سلام سپیده، کجایی؟ کتاب خونم. کجا باشم؟ چیکار کرده با این پسرت بعد؟ بابا غلط کرده پسر یا احمق. بگو دیگه من زنگ نزنم. فکر کرده کیه؟ بس کن. انقدر پسر سمت من نفرست. دنبال پسر خیالی خال داری؟ آره، منتظرم پسر رویاهام نیمه گم شدم با خال دستش بیاد سراغم. تو هم انقدر منو مسخره نکن. خب باشه میبینمت. باشه، شب میبینمت. خداحافظ. آقا ببخشید، فکر کنم من اول اومدم سراغ کتاب. خب الان چیکار کنم برات؟ میشه با هم صحبت کنی؟ ای خانم داری چیکار میکنی؟ سلام. بفرمایید قهوه.